آقا من خودم خب مثلا میگم میخوام یه هدف رو انتخاب کنم، مثلا میخوام برم پی اون هدف، از وقتا سختیاش فرام میکنم جا میزنم، ولی این دفعه دیگه نه. الان مهم نیست کجا دارم میرم، ولی هر جا دارم میرم باید این راه لعنتی رو سر کنم. خلاصه این که هیچ وقت کنار نزنیم. انشالله یه روز این صدام به همتون میرسه. این ایران رو من میخوام تغییرش. من این کسیم که میتونم سلطان تمام سلطان ها باشم. حالا بهتون نشون میدم که چطوری میشه سلطان تمام سلطان ها شد، از هیچی به خیلی چی.